بهترین روش‌های یادگیری زبان انگلیسی قسمت 2. سلام خیلی خوش اومدین به یک ویدیو دیگه از چنل من. خب همونطوری که همتون میدونین برای یادگیری زبان انگلیسی روش‌های خیلی زیادی تو جهان وجود داره که چند تا از مهمترین و البته مفیدترین راه‌ها رو بهتون تو ویدیو قبلی گفتم. دو تا راه هم مونده که موضوع این ویدیوست. اگه ویدیو قبلی رو ندیدین من لینکش رو داخل دیسکریپشن میذارم، حتما برین چک کنین و ببینین و دیدنش که اصلا خالی از لطف نیست و ببینین که اصلا موضوع از چه قراره. خب استفاده از خودآموزها برای یادگیری زبان کار خیلی سختی نیست، مثل کتابای 2 زبانه انگلیسی در سفر و از این جور داستانها. اما برای یادگیری اصولی باید از کتاب‌های خودآموز مناسبی که تو بازار وجود دارن بیایم استفاده کنیم، چون همه منابع آموزشی موجود تو بازار برای این روش مناسب نیستن و میتونن بیان ما رو سردرگم کنن. یکی از منابع مناسب و مهم برای یادگیری لغات زبان انگلیسی مجموعه کتاب‌های آکسفورد ورد اسکیلز هست، کتابی که تو 3 جلد همه واژگان ضروری و کاربردی رو میاد آموزش میده. البته من ویدیو معرفی و فرق‌هایی که ویرایش دوم این کتاب با اولش داره رو گفتم که لینکش رو داخل دیسکریپشن میذارم، بریم ببینیم. کتاب بعدی کتاب 4000 واژه هست که ویرایش دوش واقعا انقلاب بزرگی کرد. یکی از منابع قدرتمند و پرطرفدار برای یادگیری زبان انگلیسیه که شما تو هر جلدش حدود 600 لغت پرکاربرد رو میایین باهاش آشنا میشین. البته منابع خودآموز یادگیری لغت انگلیسی میتونه کمک زیادی تو صرفه‌جویی زمان و البته یادگیری رو میاد خیلی براتون بهینه‌اش میکنه. برای یادگیری گرامر به صورت خودآموز هم چند تا کتاب خیلی خوب وجود داره که ما رو تو این مسیر میاد هدایت میکنه. اولینش با اختلاف گرامر این یوز هست که تمامی سطح‌های زبانی رو میاد پوشش میده و با زبانی ساده آموزش گرامر کاربردی میپردازه. یه صفحه درسه، یه صفحه تمرین. البته ویدیو اینم گرفتم، لینکش داخل دیسکریپشن میذارم. مجموعه بعدی کتاب‌های آکسفورد پرکتیس گرامر هست که تمامی سطوح زبانی رو میاد پوشش میده. یعنی زبان آموزی که دانش زیادی از زبان نداشته باشه با استفاده از این مجموعه بهترین راه یادگیری زبان برای اونها محسوب میشه. کتاب بعدی و کتاب آخر مجموعه کتاب 3 جلدی گرامر بیتی ایزر هست که اون کتاب understanding اون آبی پرفروش ترینه تو بازار و میتونه بهتون خیلی کمک کنه. منابعی که الان من بهتون گفتم چند نمونه کاربردی از بهترین کتاب‌های گرامر زبان انگلیسیه که به صورت خودآموز هم میشه از اونها استفاده کرد. روش دوم اینه که میتونید تو آموزشگاه‌های زبان بیاین ثبت نام کنید. انتخاب یک آموزشگاه خوب میتونه یکی از بهترین روش‌های یادگیری برای زبان انگلیسی به حساب بیاد. چرا؟ چون میاد انگیزه شما رو چند برابر میکنه. اما اگه آموزشگاه مناسبی رو شما نیاین انتخاب کنید، ممکنه به دلیل استفاده از روش‌ها و متدهای غلط آموزشی شما بیاین ناامید شین و دیگه اصلا سراغ زبان هم نیاین. به قول معروف کلاتون هم بیفته نیاین ورش دارین. از طرف دیگه اگه تو انتخاب خودتون دقت کنین میتونین تو مدت زبان استاندارد مهارت‌های 4گانه خودتون رو بیاین تقویت کنین، هر 4 تا رو. پس بهتره که قبل از انتخاب بیاین بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی رو بررسی کنین تا تو یک مسیر درست بیاین قدم بردارین. یکی از ویژگی‌های مهم آموزشگاه خوب میتونه این باشه که اون متدی که میاد استفاده میکنه، اون کتابی که میاد برای تدریس استفاده میکنه باشه، یا به اساتیدش رو چک کنین که اون اساتید اونقدر با تجربه یا تحصیلگر تو حوزه زبان هستن یا نه. و یه چیز دیگه که به نظر من خیلی مهمه، برنامه‌ریزی ترم طوری باید باشه که زبان آموز تو کمترین زمان ممکن مهارت‌های خودش رو بیاد تقویت کنه و خسته نشه. این یه نکته مهمم داره که اکثر آموزشگاه‌ها کلاس‌های آنلاین هم برگزار میکنن که البته بعد کرونا این خیلی بولد شد،
کلاس‌ها و آموزشگاه آنلاین هم گزینه مناسبی برای افرادیه که سطح انگلیسی یعنی دانش زبان انگلیسی خوبی دارن و تو این کلاس‌ها میتونن دانش زبانی خودشون رو بیان محک بزنن. یه سوال رایج که هر کسی که زبان بلده ما ازش میپرسیم اینه که میشه بدون کلاس هم انگلیسی رو یاد گرفت؟ جواب من اینه که نقش مهم معلم تو آموزش زبان بر هیچ کس پوشیده نیست، اما اگه به هر دلیلی ما امکان شرکت تو کلاس رو نداشتیم، آقا من نمیدونم تو این کلاس شرکت کنم، وقتشو ندارم، با یه برنامه ریزی مناسب و اصولی میشه به صورت خودآموز هم زبان انگلیسی رو یاد گرفت. اگه بخوام جمع‌بندی کنم حرفامو براتون بعد از این دوتا قسمت با این تاپیک، بهترین راه برای یادگیری زبان انگلیسی اون مسیریه، اون روشیه که بشه ازش لذت برد. در کنارش نباید فراموش کنیم که اولین قدم یا اولین استپ تو یادگیری هدف و پشتکار ماست. شما اگه روش رو برای یادگیری زبان انگلیسی که تو خونه میشه یاد گرفت رو اگر میدونین حتما داخل کامنت ها بنویسین که بقیه هم استفاده کنن. لایک ویدیو و سابسکرایب کردن کانال یوتیوب فراموش نشه که باعث دلگرمی. تو ویدیو بعدی میبینمتون. مخلص.